در این ویدیو یکی از بهترین سخنرانی‌های اخیر دکتر جو دیسپنزا رو براتون ترجمه کردم که میتونه شما رو از تله و چرخه تکراری زندگی نجات بده. هر سال فقط چند بار دکتر جو دیسپنزا و گروهشون همایش برگزار میکنند و تنها عده محدودی هستند که میتونن با پرداخت $5,000 یا 350 میلیون تومان در دوره‌های بسیار ارزشمند ایشون شرکت کنند. من در این چنل سعی کردم که دوره‌های ایشون رو تهیه و ترجمه کنم که هموطنانم بتونن با این آگاهی‌ها زندگی خودشون و اطرافیانشون رو تغییر بدن. این ویدیو یکی از سخنرانی‌های ایشونه که میتونه زندگی شما رو متحول بکنه. پس آماده باشید و تا انتهای ویدیو منو همراهی کنید و نکات رو خوب به خاطر بسپارید و انجام بدید. اگر میخواهید با شفا دادن وجود خودتون و ایجاد فرصت‌های جدید زندگی ماوراء طبیعی که هرگز نمیتونستید تصور کنید رو تجربه کنید، ابتدا باید بر مفهوم لحظه حال مسلط بشید. لحظه اکنون ابدی. این روزها بسیار صحبت از حضور یا بودن در لحظه حال وجود داره، در حالی که مردم اصول اولیه این رو میدونن که فکر نکردن به آینده و زندگی نکردن در گذشته به چه معناست. اما من اینجا میخوام درک کاملا متفاوتی از این مفهوم رو به شما بدم و این مستلزم اینه که شما فراتر از دنیای فیزیکی از جمله بدنتون، محیطتون، هویتتون و حتی فراتر از زمان برید. اینجاست که شما احتمالات رو تبدیل به واقعیت میکنید. اگر فراتر از اون چیزی که فکر میکنید هستید نرید و اگر فراتر از باوری که درباره نحوه عملکرد این دنیا در ذهنتون دارید نرید، ایجاد یک زندگی جدید یا سرنوشت جدید غیر ممکنه. بنابراین به معنای واقعی شما باید از سر راه خودتون کنار برید و از حافظه خودتون به عنوان یک هویت فراتر برید و اجازه بدید چیزی بزرگتر از شما، چیزی عرفانی کارها رو در دست بگیره. بیایید نگاه کنیم عملکرد مغز چه شکلیه. هنگامی که هر بافت عصبی در مغز و بدنتون فعال میشه، ذهن رو ایجاد میکنه. در نتیجه از نظر عصب شناسی ذهن همان مغز در حال فعالیته. به عنوان مثال شما ذهن خاصی برای رانندگی دارید، شما ذهن دیگری برای غذا خوردن و ذهن دیگری برای حمام کردن دارید. حتی وقتی آهنگی رو گوش میکنید یا میخونید ذهن متفاوتی دارید. در حقیقت شما از سطح خاصی از ذهن برای اجرای هر یک از این کارهای پیچیده استفاده میکنید، چون احتمالاً هر یک از این کارها رو هزاران بار انجام دادید. بنابراین هر زمان که هر یک از این کارها رو انجام میدید، مغز شما به روشی بسیار خاص روشن میشه. پس اگر در لحظه حال نیستید، احتمالاً در یک برنامه از قبل پیش بینی شده گیر افتادید و واقعیت اینه که در یک زندگی قابل پیش بینی جایی برای ناشناخته وجود نداره و قابل پیش بینی بودن هرگز با ناشناخته جور نبوده. ناشناخته ها ناآشنا و نامشخص هستند، اما هیجان انگیزند، چون به روش هایی رخ میدن که غیر قابل پیش بینی و غیر منتظره اند. بیایید تا به یک جنبه دیگری از تفکر و احساس نگاه کنیم تا تصویر کاملی از زندگی تکراری به دست بیاریم. بدن ما همیشه انرژی نوری یا فرکانس هایی رو به جهان هستی ساطع میکنه که حاوی اطلاعات و پیام های خاصیه. ما همچنین اطلاعات حیاتی رو دریافت میکنیم که در فرکانس های مختلف حمل میشه. پس ما همیشه در حال ارسال و دریافت انرژی الکترومغناطیسی هستیم. یعنی وقتی فکر میکنیم اون شبکه های عصبی که در مغز مشتعل میشه بارهای الکتریکی ایجاد میکنه و وقتی افراد با افکار خودشون یک واکنش شیمیایی درست میکنند منجر به یک احساس میشه
و زمانی که احساسات آشنا افکار ما رو هدایت میکنه، این احساسات بارهای مغناطیسی ایجاد میکنند و میدان الکترومغناطیسی خاصی رو برابر با وضعیت شما ایجاد میکنند. احساسات رو به عنوان انرژی در حرکت در نظر بگیرید. فردی که احساسات شدیدی رو تجربه میکنه وارد اتاق میشه. انرژی او جدای از زبان بدنش اغلب محسوسه و همه ما انرژی و قصد شخصی رو که بسیار ناامید بوده و وارد اتاق شده رو احساس کردیم، چون سیگنال قوی از انرژی خودش منتشر کرده که حامل اطلاعات خاصیه. احساسات مختلف فرکانس های متفاوتی تولید میکنه. فرکانس احساسات خلاقانه مثل عشق، شادی و سپاسگزاری بسیار بالاتر از احساسات ترس و خشمه. ما همیشه در حال ارسال و دریافت اطلاعات هستیم. پس اگر روز به روز گذشته رو با افکار یکسان و احساسات یکسان بازآفرینی کنیم، همان میدان الکترومغناطیسی رو بارها و بارها پخش میکنیم و همون انرژی رو یا همون پیام رو ارسال میکنیم و این به این معناست که همون انرژی گذشته ما همچنان همون اطلاعات رو حس میکنه و در نتیجه همون آینده رو هم ایجاد میکنه. پس انرژی ما اساساً با گذشته ما برابره. تنها راهی که میتونیم زندگی خودمون رو تغییر بدیم اینه که انرژی خودمون رو برای تغییر میدان الکترومغناطیسی که مدام در حال پخشه تغییر بدیم. یا به عبارتی برای تغییر حالت خود باید نحوه تفکر و احساساتمون رو تغییر بدیم. جایی که توجهتون رو میبرید در واقع دارید انرژیتون رو میبرید. لحظه‌ای که توجه خودتون رو روی احساسات و خاطرات آشنا میگذارید، شما انرژی خودتون رو به گذشته بردید و اونجا خرج کردید. به همین ترتیب اگر شما توجهتون رو دائم به تمام افراد یا مکانها یا جاهایی که باید برید و یا کارهایی که باید انجام بدید بگذارید، پس شما انرژیتون رو از لحظه حال بیرون میبرید و به آینده قابل پیش بینی میرسونید. پس زمانی که روزتون رو شروع میکنید، وقتی به صبحانه فکر میکنید، چند دقیقه بعد خودتون رو در آشپزخونه میبینید و وقتی به حمام فکر میکنید، چند دقیقه بعد خودتون رو در حال دوش گرفتن میبینید. دوباره بدنتون در حال دنبال کردن ذهنتونه و اگر این کار رو در 22 سال گذشته انجام داده باشید، بدن شما بدون زحمت این کارها رو به صورت خودکار انجام میده. بدن شما بارها و بارها ذهن شما رو به سمت شناخته ها دنبال کرده، چون توجه شما و در نتیجه انرژی شما اونجا بوده. پس نکته طلایی برای خروج از این چرخه تکراری تغییر افکاره. سعی کنید هر آن چیزی رو که قبلا به خودتون میگفتید و باور کرده بودید رو از همین امروز تغییر بدید. اگر بتونید افکارتون رو تغییر بدید، احساسات شما تغییر میکنه و با تغییر احساسات زندگی شما تغییر میکنه. در پایان جمله معروف دکتر جو دیسپنزا رو میگم که با اون زندگی کنید. به بدن خودتون یاد بدید که آینده ای رو که میخواید چه احساسی داره. سپاس که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. برای ترجمه و تهیه و تدوین این ویدیو زحمات زیادی کشیده شده. ممنون میشم که با لایک و کامنت های پرمهرتون از ما حمایت کنید و ویدیو رو برای دوستان خودتون بفرستید.